سلام، به این قسمت از نظرگاه خوش اومدید. خوش اومدید. وینستون چرچیل میگه که موفقیت نهایی نیستش، شکست هم کشنده نیستش. مهمون تداوم است، مهمون شجاعت ادامه دادنه که مهمه اینه که ما انقدر ادامه بدیم. یعنی قهرمان واقعی کسیه که ادامه میده، میجنگه تا پیروز بشه، نه اینکه تا یه شکستی خورد تسلیم بشه. اصلا مخالف شکست قهرمان، انقدر میجنگه، انقدر تلاش میکنه، زمین میخوره، بلند میشه، درس مهم رو میگیره، درس ارزشمندش رو میگیره، ادامه میده. آره خب چیزی اساساً به نام شکست وجود نداره، مراحل گذره. آره. یعنی این نیست که بگی خب شکست یکی از مراحل زندگی، مراحل گذره. و برای حالا قهرمان اون کسی که به نظر من مهمترین شخصی که حالا میتونه ببینه هر کسی خودشو در نهایت، اون شخص توی آینه است دیگه. اون قهرمان در نهایت اون شخص توی آینه است و در این تکاپویم. یعنی ما اگه الگوهایی داریم، اگه این کهن الگوها زنده و فعالن در روح و روان ما، در روان جمعی ما، در اون تثبیتگاه و انبارگاه مشترکمون به نام ناخودآگاه جمعی، به خاطر این قضیه است که این خوده اساساً یک سری ویژگی‌هاش مشخص بشه، باش آشنا بشیم که چه قابلیت‌هایی داره، چقدر جان سخته. و اینه که خیلی وقتا در واقع قهرمانی رو مشخص میکنه. این اتفاقا مواجهه با خود، یعنی مسیر میده بهت، اون خیشتن اساسی که رفته توی اون بسته‌بندی هایی که کردیم، توی رفتارامون جامعه به ما شکل داده. آره. هی میخوایم بزداییم، هی رسوب زدایی کنیم ازش که یه در سری چیزایی که نهایت بهمون تحمیل شده، که در نهایت به این خوده دست پیدا کنیم دیگه. اینجاست که قهرمان میزنه بیرون. آفرین. بخش خودشناسی خیلی مهمه، چون وقتی خودتو بشناسی تو یه سری مسیرها رو نمیری دیگه اون سفره رو نمیری، چون دیگه خودتو میشناسی، به خودشناسی رسیدی و کشف کردی اون زوایای پنهان درون تو. به نظرم بزرگترین ریسک اینه که تو هیچ ریسکی نکنی. یعنی اصلا نخوایی هیچ ریسکی کنی تو زندگیت، با هیچ چالشی مواجه بشی و از اون طرف هم بخوایی که موفق بشی. در اصل بدترین ریسکه. آره بدترین ریسکه دیگه، هیچ ریسکی نکردن. آره دیگه بزرگترین ریسک. آره این بدترین ریسکه. تو هم میخوای که موفق بشی، هم میخوای که ریسکی نکنی، یعنی هیچ چالشی نداشته باشی. مگه داری؟ اصلا نمیشه. هیچ سختی نکشی، اصلا بدون سختی مزه نمیده. الان اینجوری شده دیگه. داستان قهرمان خیلی الان وابسته شده به مدیا، به رسانه. به هر حال زمانی که دوربین اختراع شد خب خیلی تاثیرگذار بود توی نمایش های ما از خود دیگه. یعنی اصلی ترین تعریف قهرمان خوده. اون کودکیه که هی میخواد در واقع در تقابل با والدی به خود، به اون مرکز تنظیم کنندگیش برسه. چالش اصلی الان به نظر من بیشتر با رسانه است، با بیرونه، با چیزهایی که توهم در واقع قهرمان رو دارن ایجاد میکنن، توهم یک سری الگوها رو دارن ایجاد میکنن و خیلی بازی میدن. یعنی الگوهای سقوط و صعود، الگوهای صعود و هبوط آدمی کاملا در دستان رسانه شده. یعنی
یک اشخاصی رو میسازن آره و برجسته میکنن دیگه، کاملا میان به صورت الگو. حالا یه سریا که واقعا اسطورن، واقعا آره قهرمانن، اونا که اصلا بحثشون جداست، یعنی هیچ رسانه‌ای به نظر من نمیتونه تخریبشون کنه، نمیتونه آره. مثلا بگیم اینا رو خیلی میکشه بالا. آره. احتیاجی ندارن. رسانه میاد کار خودشو میکنه دیگه. همین چیزی که گفتم یه مثالش، تاثیرشو میذاره. طرف میخواد نتیجه رو بگه که خب ما یک شبه رفتیم مثلا با فلان پکیج شما میتونی برسی، ما میاد نشون میده این تو نتیجه کارو داری میبینی دیگه، تو دیگه از مراحلش که دیگه خبر نداری چی بهش آره با این پاداشه رو بهت نشون میده، میگه اینه، حالا تو اصلا نمیدونی این اصلا ماجرای این پاداشه چیه، این فیک اجاره‌ایه فلان. آره. و یه تصویری چون برای انتهای داستانو میاد به تو نشون بده، همون چیزی که تو گفتی. آره. اینجا میاد یک سری قهرمان‌های با هزاران نقاب فیک میسازه. آره. و البته میگم این کاریه که در واقع تو اون لوپه قرار گرفتیم، یعنی نمیشه گفت مثلا یک شخصی پشت این قضایه، ولی کلن چیزی که توی جوامع همه جا این اتفاق داره، توسط مدیا، توسط رسانه های اجتماعی داره انجام میشه. و این ما همیشه توی این مرز حرکت میکنیم بین واقعیت و اون فیکیت، اون توهم هایی که داره هر لحظه به اون مفاهیم وجودی ما آسیب میزنه و خیلی ها رو افسرده میکنه و تنها تر میکنه اصلا مدیا آدم ها رو. آره. و اتفاقا یکی از به نظر من بهترین پاسخها، اروین یالوم توی در واقع روایتش میگه که ما توی تموم این بلبشو، توی تموم این دغدغه های وجودی که هستش و بیرونی، ما اتفاقا احتیاج به اون اگزیستنشل هیرو داریم، اون قهرمان وجودی داریم. یعنی دوباره اکتشاف کنیم اون سلف آنالیز و اتفاقا هی توی اون مسیرمون همین بازشناخته رو انجام بدیم با خودمون. و اینجاست که میتونیم مسیرمون رو اتفاقا راههای رفتمون هم غنی کنیم. یعنی وقتی برمیگردیم یه ریویو میکنیم، آره متوجه میشیم که خب اوکی، ما هم توی بازگشتمون داریم در واقع اینو جستجو میکنیم، هم زمانی که تو حالیم جلو آینه ایم اینو داریم رصد میکنیم و آره هر کی نسخه خودشو داره. من از اون خانهای زندگی خودم که حالا به خودم مربوط بوده، اون سختی های بودن، اون سختی های هستی، تونستم الان اینجا باشم، تونستم سربلند بیرون بیام. و این قهرمان وجودی، این اگزیستنشل هیرو، در واقع یکی از اصلی ترین راه حل‌های زندگی ماست به نظر من. در میان تمام این هیاهو، در میان تمام این قهرمانای فیکی که وجود داره، این چیزیه که به نظر من توی نتیجه ما نیاز داریم، این قهرمان وجودی. و این بحث قهرمان پایانی نداره مثل اون بحثای. آره فقط این که امیدوارم که مفید بوده باشه. امیدواریم براتون مفید باشه و از همراهی شما بی نهایت سپاسگزاریم. مرسی، خدا نگهدار.